تای عالم کافر است ما تکنولوژی را گرفتن کافر چی را میگن غالبا کافر را بگرد بگم مانایش بگم کافر یعنی چی را پوشانده حقا میفهمن پوشانده چی را کافر میگن تکنولوژی را از قرآن یادن طیاره سازی را از کی یاد گرفتن از سلیمان علیه السلام تخت شرمندگی داشتن هوا میرفت سبحان الله ما شما تولید کردن ما شما کپی کردن سبحان الله لقاب دیدن طیاره جور کردن نیانگار دعوا دیدن کشتی جور کردن اسبار دیدن موتر جور کردن هنخر چی داره دیدن باربری موترها جور کردن هر کلش از ما شما مسلمان ها یاد گرفتن اما مسلمان ها سبحان الله غم دین بخوره بیادرین هر جای کشوری هستی مسلمان ها امید داشته باش که زور محمدی آخر زمان نزدیک است میرسد مردی که زنجیر غلامان مشکند چرا عدل نیست چرا انصاف نیست در کشورهای دیگه جوری چرا یک بیجوبی است که ایران میمونی بیاین این کشور خود پیغمبر خدا میگه منطقی است در خراسان زمین که دا اوزی خسون خراسان زمین میزد صحابه کرامش پرسان که یا رسول الله